بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بعضی می‌نویسن میپرسن که کی قصه ها رو شروع میکنید. ما در حلقه قبلی گفتیم که ما اینجا قصه ها رو به ترتیب نخواهیم گفت و اساسی هدف ما اینجا بازگو کردن حکمت، درس و عبرتی که از این قصه ها میشود برای شما بازگو کردن است. بنابراین دوستای عزیز، قصه ها رو ما گلچین میکنیم و اون قصه های گلچین بعد حکمت ها و درس های آن رو بیان میکنیم. مثلا چرا پیامبر علیه السلام دعوتشون 3 سال سری بود؟ چرا پیامبر هجرت اولین رو به حبشه معین کردن، نه یمن و نه شام؟ چرا پیامبر وقتی که در مکه دایرشون تنگ شد به سوی طائف رفتن و جای دیگر نرفتند؟ همه اینها رو میبینیم، حکمت‌هاش رو بررسی میکنیم و برای شما در اطراف اون انشاءالله با هم صحبت میکنیم. امروز درس ما درباره نزول وحی به پیامبر علیه السلام است و ما اون رو در پرتو حدیث عایشه رضی الله عنها که امام بخاری روایت کرده‌اند برای شما نقل میکنیم. مادرم عایشه رضی الله عنها نزول وحی به پیامبر علیه السلام را بیان نموده میگویند که اولین وحی که به پیامبر شروع شده بود این خواب راست بود. این هر چی که میدیدن در شب روزانه اون چیز واقع میشد. دوم قدم این است که در دل پیامبر محبت خلوت انداخته شد. چرا؟ چون که خلوت این راه نشانده به سوی محبت الله تعالی است. وقتی که محبت الله تعالی در دل بنده جا شد، در اون حالت برای بنده دیگر هر بزرگ کوچک می نماید، هر عذاب و شکنجه‌ای که می‌بیند برای و یک راحت معنی داد کرده می‌شود و هر مشکلی برای او آسان می نماید. چرا؟ چون که یک چتری دارد به نام محبت الله که همه اون چیزها رو برای وی سبک میکنند. یعنی بنابراین دوم قدم پیامبرم قدمی منطقی بود که این خلوت دوستداری. اینجا یک سوال منطقی میاد که چرا در 40 سالگی پیامبر شدن؟ در جواب علما میگن که الله تعالی اینجا یک چیز به نام سنت تدرج، یعنی که تأنی و تدرج. ببینید پیامبر 63 سال عمر دیدن، از 63 40 سالش تربیه بود. پیامبر آماده کردن به تحمل رسالت، به دوش گرفتن این وظیفه وزنین. شکر الله تعالی میگه که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما برای تو یک قول وزنین رو القا خواهیم کرد. بنابراین 40 سال تیار کرد، بعد 23 سال مرحله رساندن این رسالت بود. هیچ وقت جامعه در یک شبانه روز تغییر نمی‌یابد، در یک سال 2 سال تغییر نمی‌یابد. این سالها میخواهد تا اینکه جامعه تغییر یابد. بنابراین قرآن هم در 23 سال اون جامعه جاهل رو تغییر داد. شب 17 رمضان، شبی که آسمان تشنه زمین بود، چند صد ساله ها بود که جبرائیل علیه السلام با رسالت به زمین نفرآمده بود و اهل زمین در گمراهی به سر میبردند. نصرانیت و یهودیت یک دین تحریف شده بود. علاوه بر این اکثر روی دنیا در جهالت، در سنگ پرستی و چوب پرستی و آتش پرستی و بت پرستی به سر میبردند. همین شب و پیامبر علیه السلام در غار در مکه، غاری که تنگ و تار بود، نور برآمد که تمام عالم را منور کرد. کسی تصور نمی کرد که در این شب در مکه نماینده آسمان با نماینده زمین روبرو خواهد شد. هیچ کس تصور نمی داشت که این شب تاریخ بشریت، مجرای تاریخ بشریت را تغییر خواهد داد. شاید اون شب خسرو ایران به راحتی خواب میکرد و قیصر روم یا هرقل یا گرکل روم هم به راحتی خواب میرفت، پروا نداشت. لیکن نمیدونست که امشب مرد مبعوث شد، امشب مرد برگزیده شد که یعنی که تهدید به واسطه به حکومتداری آنها است، هم به حکومتداری ایران، فارس و هم به حکومتداری ویزانته و روم. جبرائیل علیه السلام اومد به صورت مرد پیش پیامبر علیه السلام در اومد، بدون مقدمه، بدون سلام علیکم و رحمت الله، بدون اونکه گوید که چه حال داری، خوبی، گفت اقرا، خوان. پیامبر علیه السلام گفت من خوانده نمیتونم. پیامبر به آغوش گرفت و فشرد، چنان فشرد که پیامبر علیه السلام میگن که قریب بود که نفسم گردد. سر داد گفت خوان. پیامبر گفت من خوانده نمیتونم، باز گرفت به آغوش. یعنی که 3 بار همین عملیات تکرار یافت. بار 4م گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ببینید همش درباره دانستن و علم و قلم و اینا. امروز با میآیند و بعضی خبرشناسای جنایتکار مسلمانان رو متهم میکنن به
افراطگرایی و مسلمان رو متهم میکنن به آدم کشی و گویا که اسلام به شمشیر پهن شده باشد، حالا که اسلام اولین قدمش توأم با علم بود، توأم با دانستن بود. انسانیت درباره آناتومی و علم انسانشناسی تصورات نداشت، درباره آدم و پیدایشش تصورات نداشت. قرآن یکمین آیت خودش که معلومات داشت که یعنی که نطفه انسان بعد از مرحله به خونپاره تبدیل می‌یابد و اون خونپاره در یک گوشه دیواری رحم زن میچسبد و از خون آن غذا گرفته میده میده بزرگ میشود. یا محمدی که نه سواد خواندن داشت نه سواد نوشتن داشت، این معلومات برای بشریت در اون شب داد. یعنی این دین علم است، دین علم است که همش فایده برای بشریت است، علمی که همراه با دین است. چون که وقتی علم از دین جدا شد یا آمدند و قصدن هر دوش دشمن کرده علم از جدا کردن، برای بشریت وبال شد، برای بشریت وزنینی ها آورد، برای بشریت چیزهای آورد که تا حال بشریت یعنی که شروع کردن به ساختن که بمب‌های اتمی، بمب‌های یدرایی، بمب‌های شیمیایی، نمیدونم چی که علیه بشریت استفاده می شود، در حالی که اسلام آورد علمی را آورد که با دین توأم بود و همه اش برای فایده انسانیت و فایده جمعیت و فایده محیط بود. بنابراین ضرور است که علم با دین توأم باشد. اگر یکی از دیگر تخلف کرد، دیگر انسانیت وای بر حالش است. همیشه جبرئیل ناامد گوید که ای محمد نماز خوان، ای محمد روزه دار، ای محمد تجارت کن، ای محمد جهاد کن، ای محمد فلان کن. نه، چون که اگر نماز بدون علم و عقیده باشد این ورزش هست، اگر روزه به علم و عقیده باشد این یک رژیم است برای خاطر لاغر شوی، اگر طواف هم به علم و عقیده باشد این یک نمودی انسان دل خودش کارش نقص کردن، ریتم دل پیش بردن همین کارش میکنن. یون که تجارت وقتی که از علم و عقیده تخلف کند معنی است که انسان حرام خور میشد، انسان ربا خور میشد، انسان حق مردم خور میشد، حرام و حلال فرق نمیکند. وقتی که چه خیلی گفتیم جهاد هم وقتی به علم و به عقیده باشد، در این حالت وای آدم کشی میشد، وای جنایت میشد، وای قتل میشد، وای کشتار میشد، وای خونریزی میشد، وای خونخوری میشود، وای اینکه افراطگرایی و دیگر کارهای دیگر میشود. بنابراین اسلام آمد قدم اول را از علم شروع کرد. انسانی که سواد خواندن نوشتن نداشت معلم ها شد، معلم انسان دانای نادان شد. یک یتیمی که در خانه در مکه پرورش یافته بود و از گویم که آغوش پدر و مادر محرم بود، امروز احکام برآورد، امروز شریعت برآورد که پدر و مادر را توجیه میداد که چگونه فرزندای خودشون تربیت کنند، چگونه فرزندای خودشون راهنمایی کنند. این از بزرگی و این از عظمت قرآن. و وقتی که جبرئیل با پیامبر این کلمه رو القا کرد و باز بدونی که صدای از اونجا برآمد رفت، کی بدونش معرفی نکرد، چرا آمدنش معرفی نکرد، خودی که هیچ چیز نباشد آمد رفت، همون که گفت رفت. پیامبرم دیگه دلشون میلرزه، چه خیلی که در حدیث عایشه اومده است که یرجف فؤاده، دلش میلرزه، دلش سخت میتپید. از اونجا فرامد به سوی خانه آمد، به سوی زوجهش خدیجه، در حالی که پیامبر میلرزیدن در آمدن خانه گفتن که لقد خشیت علی نفسی، من میترسم برای خودم. اینجا بین دوستای عزیز با نقطه دیگر پیامبر پیش زنشون اومدن، اونجا پیش خدیجه اومدن. چرا؟ یعنی عمکشون حمزه که درنده ها رو شکار میکرد، انسان ناترس بود، نرفتن اعضای مصلحت پرسند. یا اینکه ابوبکر صدیق یکی از میتون گفت که حکیمای مکه بود، نرفتن پیش ابوبکر از ابوبکر مصلحت پرسند. یا اینکه دارالندوه که میتون گفت یک مجلس ملی اهل همون قریش بود، نرفتن از اونها مصلحت پرسند که این شب خیلی شد من چیکار کنم چه شد. نه، پیش زنشون رفتن. یک زنی که حکیم بود، یک زنی که دانا بود، یک زنی که خیلی دوربین بود. پیامبرم رفتن گفتن که من میترسم. بین جواب زنی نیک، این برای جوانان هم خیلی یک گویم که درس مهم است که انسان باید پیش از اون که زن انتخاب کند باید زنی رو انتخاب کند که با او هم نفس باشد، مونس او باشد، همراه او باشد در راه دعوتش. بنابراین اینجا خدیجه گفت که کلا والله لا یخزیک الله ابدا، نه هرگز خدا تو رو خار نمیکند ای محمد، تو خصلت‌های داری، مثل یتیم پرور هستی، مهمون نواز هستی، دست انسانی بینوا رو میگیری، انسانی بیچاره رو چهره‌اش رو میابی و خصلت‌های نیک پیامبر علیه السلام ذکر کرد. ببینید خصلت‌های نیکشونه، نگفت که تو چه خیلی انسانی هستی که در غار حرا عبادت میکنی، تو انسان هستی که بت پرست نیستی. درباره
عبادتشون گپ نزدن، درباره معاملهشون با مردم گپ زدن که اینم مهم است، انسان با دیگر انسان‌ها در چی معامله قرار دارد خیلی مهم است برای انسانیت او رو معین کنه، یک معیاری هست برای خوبی و بدی انسان. بنابراین هیچگاه یعنی که انسان گویم که عبادتش معیار خوبی او نیست، بلکه معاملش با دیگران این معیار خوبیش است. بنابراین مادر ما خدیجه گفتن که تو فلان فلان خصلت‌ها رو داری، بنابراین تو خور نخواهی شد. بعد اون که خدیجه این سخن رو گفتن، پیامبر رو نزد ورقه بردن. ورقه ابن نوفل یکی از خشتبارای دوری خدیجه بودن و اون کس از دین اهل جاهلیت مکه دست کشیده به دین نصرانیت گراییده بودن و کتاب‌های گذشته رو در اطرافش معلومات داشتن. وقتی که پیامبر علیه السلام در اومدن و به اون نقل کردن آنچه که در غار حرا شد، و از جایش هیجان زده گفت که به خدا گفت تو همون پیامبری هستی که تو پیامبر همین امت هستی، زیرا به تو همون رازدار آمده است که به موسی علیه السلام میآمد. ما در حلقه گذشته گفتیم اهل کتاب پیامبر رو اونچنان میشناسن که فرزندای خودشون رو میشناسن و این هم دلیل اون است که ورقه با یک جمله پیامبر شنیدن درک کرد که این پیامبر آخر زمان است. بعد از اون با پیامبر علیه السلام نصیحت ها کرد، گفت که اگر من جوان می شدم به خدا تو را کمک می کردم هنگامی که قومت تو را بیرون میکنند و تو را اخراج میکنند. پیامبرم دهشت زده گفتن اوا مخرجیهم، هول اینو من اینجا اخراج میکنن، من بیرون میکنن از شهر ما. یعنی پیامبر شاید در ذهنشون تصورشون نمیگنجه، چون که اهل مکه محمد صادق، محمد امین، محمد انسان خوب راستگو هست، امانت دار است، همه توصیف میکرد. گفت که بله تو رو اخراج میکنن، چون که هر کسی که می آورد اون چیزی رو که تو می آوری حتما دشمنی خواهد دید. یعنی رسالت. چون که رسالت چی هست؟ رسالت همیشه یک چیزی هست که مردم هم بعد برابر میدونند. همه بنده خدا میگه، انسان از بندگی بنده بیرون بکشه به بندگی الله تعالی و اینجا اصحاب منافع هستن، انسان های منفعت جا هستن که وقتی رسالت آمد منافع اجتماعی آنها، منافع سیاسی آنها، منافع اقتصادی آنها زیر سوال می رود. بنابراین اونها اولین شخصانی هستند که ضد دعوت و ضد دین می برند، چون که وجود دین اونها رو از استثمار انسان منع میکند و اونها حیاتشان بنا بر استثمار است، استثمار فکری انسان ها، استثمار مالی انسان ها، استثمار حیات انسان ها، مهنت انسان ها. بنابراین اونها به این دین دشمنی خواهند کرد. این یک سنت الهی است، مبارزه بین حق و باطل. روزی که آدم علیه السلام فرمودند تا روز قیامت دوام خواهد یافت. در حدیث جابر بن عبدالله انصاری آمده است که در بخاری پیامبر میگن که من راه میرفتم که یک بار صدایی رو شنیدم، چشمم رو بالا کردم، دیدم که اون فرشته است که در غار حرا آمده بود، با هم بزرگی عظمت از جسمی بزرگی داشت که افق رو پوشانیده بود. میگن که من ترسیدم و به زانو زدم. بعد از اون دیگر فرشته ناعیان شد، ناپدید گشت. من اومدم خانه و با خدیجه میگن که زمیلونی دثرونی من پوشونید من گرم کنه. بعد پیامبر علیه السلام وقتی میپوشونن آیتی سوره مدثر نازل میشه، میگه که یا ایها المدثر، ای اونی که به خود پیچیده هستی، قم فانذر، خز مردم بینت. انا اینجا دیگر قدم اولین بر رسالت بود. اینجا دیگر آشکارا جبرئیل پیامبر علیه السلام رو گفت که تو پیامبر الهی هستی و وظیفه تو رساندن دعوت الهی به مردم است. بنابراین وقتی پیامبر عذاب میکشیدن، وقتی پیامبر برای دعوتش تو شب و روز خواب نمیرفتن، این طرف اون طرف میرفتن، به هر کی اسلام رو پیشکش میکردن، مادر ما خدیجه میگن که کمتر دم گیر، کمتر استراحت کن. پیامبر علیه السلام میگفتن که دیگر راحت نیست ای خدیجه، دیگر راحت نیست، راحت من در جنت است. این است برادر قصه کوتاه از نزول وحی به پیامبر علیه السلام و ان شاء الله حکمت ها هم در اطراف این گفتیم، درباره نقل کردن قصه، در برابر نقل کردن قصه برای شما بعضی از حکمت ها و درس و عبرت ها رو از اون برای شما گفتیم. ان شاء الله امیدواریم که شما از این درس فایده گرفته باشید برای خودتان و در حلقه آینده درباره اولین مسلمان ها، اولین انسان هایی که اسلام را قبول کردند و اولین انسان هایی که پیامبر برای اونها اسلام را پیشکش کردند، چرا برای ابوبکر پیشکش کردند، چرا ابوبکر اولین مسلمان است، چرا خدیجه، چرا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. ان شاء الله صحبت خواهیم کرد و درس خیلی جالبی خواهد بود. شما را تا حلقه آینده به پناه الله تعالی میسپارم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.